با سلام، آموزش ساخت مایع دستشویی. اول از همه آب جوشیده شده 1 لیتر اضافه می‌کنم. دو تا قاشق چای خوری پودر SLS 100. خیلی آروم هم میزنیم. حتما از ماسک و دستکش استفاده کنید. خیلی هم نزنید چون که باعث کف کردن این محصول میشه. خیلی آروم با هم زنید. دستی هم بزنید. با همزن برقی هم نزنید. با همزن دستی هم بزنید. صد گرم هم ژل آلوورا اضافه میکنم. اگه میخواید مایع دستشوییتون کف کنندگی بیشتری داشته باشه، 1 لیمون دیگه بهش اضافه. خوب هم بزنید تا هیچ گلوله‌ای باقی نمونه. این پودرهایی که گلوله شده خوب با آب مخلوط بشه و توی آب حل بشه. چند تا قطره اسانس گل رز اضافه میکنیم. اگه میخواید بوی بیشتری داشته باشه بیشتر میرسه دیگه، اون سلیقه خودتون. چند تا قطره هم رنگ آبی. این رنگش هم بستگی به سلیقه خودتون داره. میتونه سبز یا نارنجی یا قرمز اضافه کنید. این حالت غلظت خوبی هم داره. میذارید تا کف روش کامل بخوابه، بعد توی ظرف میرسید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.